سامانیان یگانه مکتب مهاجران افغانستانی در تاجیکستان به دلیل قرضداری از صاحب ملک بنای قبلی مکتب جمعیت سهامی افغان تاجیک و بنای سفارت افغانستان کوچیده است. ناجیه ظاهر مدیر مکتب مذکور در روز افتتاح مکتب سامانیان در بنای سفارت افغانستان گفت مکتب $11,000 آمریکایی قرضدار است. مشکلات ما شما قراره که من در بیانیه خودم گفتم، در صحبت خودم گفتم که ما مشکل اقتصادی و مالی داشتیم. کدام مشکل دیگه ما در قسمت درس نداشتیم، در قسمت مواد درسی ما نداشتیم. معلمین ما شکر همگیشان کادر هستن، همشان معلمای ورزیده هستن و ما ناجیه ظاهر میگوید که بارها به تاجران افغانستانی و برخی از نهادهای دیگر درخواست کمک فرستادند، اما آنها پاسخی رد دادند و بعض نهادهایی که آماده کمک شدند برای آنها شرط و شرایط گذاشتند. به خاطر که ما بعض شرایط گناه داشتن، مثلا میخواستن یک نهادی که لازم نیست اسمشان ما بگیرم، اونا گفتن اگر مکتب مربوط ما شود ما مکتب مثلا نامش تغییر میدیم. مثال اول از نام شروع میکنیم، بعد از این شاید در تدریس یک تغییرات می آوردن که ما تدریس ما مطابق لایحه وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان است که در پهلوی از اون ما در کشور تاجیکستان زندگی میکنیم. زبان روسی، زبان انگلیسی، زبان تاجیکی را هم ما به شاگردان تدریس میکنیم. ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان وعده داده است قرض مکتب پیش صاحب ملک قبلی حل خواهد شد. ظاهر اخبر گفت که حدود مکتب از سفارت جدا کرده شده است و برای انتقال مکتب به سفارت با نهادهای امنیتی صحبت کرده است. شما خود میفهمین که یک مرکز دیپلماتیک هیچ وقت در مخالفت با قوانین یک کشور حرکت نمیکنه. ما 20 روز قبل مکتوبی را خدمت ارگانهای زیربط کشور تاجیکستان ارسال کردیم، ولی در دقیقه 99 دروازه مکتب بسته شد. اون دروازه حق از او صاحبش بوده که باید یا کرایش باید تادیه میکردیم یا به کس دیگه به کرایه میدادش. به اطلاع سفیر بنای سفارت رایگان در اختیار مکتب قرار داده شده است. او گفت دولت تاجیکستان وعده کرده است که جای مشخصی را برای مکتب جدا میکنند، اما این کار وقت میخواهد. مکتب سامانیان تا ماه اکتبر سال 2024 اجازه فعالیت دارد. آن سال 2000 تأسیس یافته است و در آن اساساً فرزندان شهروندان افغانستان که در تاجیکستان اقامت میکنند تحصیل مینمایند. رهبریت به نام نمیشه. رهبر بودن عمل بودن است.